عدد دو رقمی بر عدد یک رقمی. عملیه تقسیم عدد دو رقمی بر عدد یک رقمی را با استفاده از مواد چطور میتوانیم برای دانش آموزان تشریح نماییم؟ برای وضاحت بهتر میپردازم به اجرای فعالیت. تقسیم عدد دو رقمی بر عدد یک رقمی. فعالیت اول، با استفاده از مواد عدد 13 را بر عدد 2 تقسیم میکنم. 13 تقسیم 2. برای تفهیم بهتر میخواهم این تقسیم را با استفاده از مواد انجام دهم. عدد 13 دارای یک دهم است و یک دهم از 10 یک ها تشکیل شده که در اینجا یک ها را توسط لوبیا نشان دادیم. 10 یک ها میشه یک دهم و آن را در بوتل میندازم که میشود یک دهم و 3 یک ها میشه 13 و آن را میخواهم در دو بشقاب توزیع نمایم. در تقسیم همیشه از سمت چپ شروع میکنیم. به این معنا اگر عدد دو رقمی بود از 10 ها و اگر 3 رقمی بود از 100 ها، اگر 4 رقمی بود از 1000 ها، به همین شکل از سمت چپ تقسیمات را انجام میدهیم. طوری که عدد ما دو رقمی است، از 10 ها شروع میکنیم. ببینیم که یک دهم داریم و دو بشقاب نمیتونیم که یک دهم را به دو بشقاب توزیع نماییم. بنابراین ضرور است که دهم را باز کنیم یا میده کنیم. اکنون دهم را به یک ها تبدیل می نمایم. 3 یک ها خودش، دهم را باز میکنم. یک دهم ما 10 یک ها داره، 10 یک ها و 3 یک ها 13 یک ها. و حال 13 لوبیا را با آسانی میتوانیم به دو بشقاب توزیع نماییم. 13 تقسیم 2. بار اول به هر بشقاب 4 لوبیا میریزیم. 4 را در خارج قسمت می نویسیم. 4 در یک بشقاب، 4 در دیگه هم میشه 8. 8 را اینجا می نویسیم. میبینیم که 5 لوبیای دیگه هنوز تقسیم نشده. یعنی از 13 که 8 کم کنیم 5 لوبیا، 5 تقسیم 2 میکنیم. باز دو لوبیا به هر بشقاب میریزیم که میشه در دو بشقاب 4 لوبیا. 2 در دو بشقاب 4 لوبیا. از 5 که 4 کم کنیم، یعنی میبینیم که یک لوبیا به دور از قاب ها قرار گرفته. این به هیچ قابی تعلق نمیگیرد که عبارت از باقی مانده است. 5 - 4 مساوی به 1. حالا خارج قسمت با هم جمع میکنیم. 4 جمع 2 مساوی به 6. میبینیم که در هر بشقاب 6 لوبیا رسید که عبارت از حاصل تقسیم میباشد. فعالیت دوم، میخواهم عدد 15 را بر عدد 3 تقسیم نمایم. 15 تقسیم 3. برای تفهیم بهتر میخواهم این تقسیم را نیز با استفاده از مواد انجام دهم. 15 ما دارای یک دهم و 5 یک است. آن را میخواهم در 3 بشقاب توزیع نمایم. طوری که عدد ما دو رقمی است، پس تقسیمات را از رقم 10 آغاز میکنیم. میبینیم که یک دهم داریم و 3 بشقاب و آن را نمیتونم در 3 بشقاب توزیع نمایم. بنابراین 10 را باز میکنم. باز هم 10 را به 1 ها تبدیل میکنیم. 5 یک ها خودش، یک دهم ما میشه 10 یک ها، 10 یک ها و 5 یک ها 15 یک ها. و حال 15 یک ها را به 3 بشقاب توزیع میکنیم. 15 یک ها تقسیم 3. بار اول 2 یک ها یا 2 مکعب به هر بشقاب میریزیم و 2 را در خارج قسمت می نویسیم. 2 در هر بشقاب، در 3 بشقاب 6 مکعب. از 15 که 6 کم کنیم، یعنی مکعب هایی که تقسیمات نشدن، عبارت از 9 تا می باشد. 9 را باز هم تقسیم میکنیم. 3 مکعب به هر بشقاب. 3 را در خارج قسمت اینجا می نویسیم. 3 ضرب 3 9 تا. از 9 که 9 را کم کنیم 0. یعنی هیچ مکعب دور از بشقاب قرار ندارد. خارج قسمت با هم جمع میکنیم.
2 جمع 3 5. 5 عبارت از خارج قسمت حاصل تقسیم که در هر بشقاب میبینیم که 5 5 مکعب یا 5 5 یک ها رسیده. فعالیت سوم، عدد 57 را طور ضرب بر عدد 5 تقسیم میکنم. 57 تقسیم 5. میبینیم که 57 5 ده ها داره و 7 یک ها و آن را میخوایم در 5 بشقاب توزیع نمایم. اول تقسیمات را از ده ها شروع میکنم که 5 بشقاب است و 5 ده ها با آسانی توزیع کرده میتونیم. اول یک ده ها به هر بشقاب توزیع میکنم و یک ده ها را در خارج قسمت می نویسم که در 5 بشقاب 5 ده ها میشه 50. از 57 که 50 را کم کنیم میمونه 7. 7 یک ها هنوز توزیع نشده که در این مرحله یک ها را توزیع میکنم، به هر بشقاب یک ها میریزم، یک را در خارج قسمت می نویسم که در 5 بشقاب 5 یک ها. از 7 یک ها که 5 یک ها را کم کنیم میشه 2 یک ها که 2 یک ها به هیچ بشقاب تعلق نگرفت، این به نام باقی مانده است و حال خارج قسمت را با هم جمع میکنیم و 11 حاصل تقسیم ما یعنی خارج قسمت ما 11 است که به هر بشقاب یک ده ها و یک ها رسیده.